پلی ضبط کنیم. چند پلی معمولی ببینیم اولین مچمون چطوری قرار پیش بره، این دستمان چطوری گرم می شود با اسکین های خوشگل مثل بریم کجا؟ به نظر من مردیم از فدای سرمون. این یارامو پریدم با اون آدم. خب این خب اومدیم یه لحظه کاری پیش من مجبور شدم طولش بدم. خب حالا خب بودم لطفاً لوت بدین برو. او یک نفر از بین رفت توسط یارم. دیوایی هم داشت. این خیلی خوبه. بنده دیوای پلیرم و عالیه. خیلی یه پلیر این آدم احمق بات اینجا میبینم که شد آخر خودم زدم. تیر نداریم. عالی شد. آها تیر. دوباره تیر. چقدر تیر. چه پول همه چی برمیداریم. خب آها چقدر بیوای اینجا هست. یعنی بیوای قروق کرده اینجا رو. مشو بیوای پلی بدین. نه کلن بیوای دیگه سمت بره. کجا رفت؟ ای نمویمون درید. چقدر از خوب بله چه بیهو صدا باش رفت. از کجا رفت؟ کرش سایت خلوتی شده. جای خلوتی شده. بذار مثل خیابونایی مثل خیابونی بگم خلوت نباشه. مثل صوفی آباد میمونه. باز اون خلوت تره. خلوت اونا. خب بریم کیل هاوس بریم. کیل هاوس به نظرم میتونه داشته باشه. دو سه تا پلیر داره فایت بدیم. بابا خسته شدم. خب رسید. بذار من یه تیرم ریلود کنم و بریم تو. خب بریم. خب سلام. این از این نیمزایی ها اینقدر اینا ترد برده فینشن نمیدونم. باید ببینیم. یکی انگار از این لوکیشن اسپاسا زدش که فکر کنم تو خود سیلابسان هست. خب بذاره بریم تو خود سیلاب. اینا بردارم اون چیز اولش کن. خب بریم. اومدیم تو. خب میگردیم ببینیم از اون آدم خوشدیب پیدا میکنیم. خوشدیب. خب سلام بر یک تیرانداز. کی داره تیر میزنه؟ یه احمق. دو احمق بکنم بابا. دو تا احمق نبودن. اون یکی کجا رو؟ اون یکی احمق در از اون یکی. نگاه کن دوباره. یعنی احمق بودن رو اینا میبالید. کاملا قابل مفهوم بودن احمق بودن اینا. نگاه کن چقدر اینجاها شاتگان متکن زیاده. لامصب اصلا پره ها.
چرا این اکتیویژن بی نزاکت چرا باید اون کریم از زمین برم داشت؟ کریم خوبی آقا فایت میدادن مردم، چرا باید برداری؟ شبا کردی از زمین برداشت. با تشکر از آقای زامپلار عزیز که تازه فوت شده. حالا صافم گوشمونم شده. اون آقا تازه فوت شده با یه تصادف خیلی سنگین با فراری یه تصادف عجیبری داشت و به پخ بله نامون کیست وای نه بریم بالا ما بهتره یه کاری واه چه شاتی زدم، شاتی که خوشگل بزر چیکار کردم آبرو بردم از جا ناراحت شدم مثلا این کار کردی اینم زدم من میگه همه قدرت هم بیاید بیاید همه تونو با هم میزنم اینقدر قدرت زیاده جونم به خودم واقعا من آدم خیلی خال خوبی هستم اصلا بهشون رحم نمی کنم. چرا باید واقعا به همچین آدمای پسی رحم کرد؟ ولی خداییش خوشگل زدم. ببین اگه این کلاس رو نامریه رو نداشتم الان شاید کاملا به باد رفته بودیم. چرا؟ چون یارو کاملا گرفته بود رو نزدیک بود به نابودی بکشم، ولی خب به خاطر این همون خوشگله که داشتیم نامرئی ما نمردیم. تبریک. بریم بالا ببینم اینجا میگه اینجا چه خبره این همون کیست؟ بات اصلا بات های این دور زمونه شبیه دیوانه های روانی. خب بریم با این ماشین هم خسله بپرید بالا یاره خسله بپرید بالا یاره بپر دیگه حتی ماشین 2 نفره ماشین 2 نفره بزرگ کنیم ما بودی بابا از نمردی همون چرا من نمیدونم کیلمو دزدیدم. بله بچه من کیلمو دزدیدم. این زندگی ببین دستت به ماشین بخوره اینش بابا این همون رو بزنم یه ذره بزنم یکی اومد باور کنی که پرید نه چاپرش باور کنی که اومد نه اما یکی اومد ولی خوب زدنش یارهای زیبای من زدنش بیا دیگه بابا عجب چاپره رو نگاه کن تو رو حضرت عباس این چاپره رو یکی ببین یعنی خب تو که میخوای اینجوری کار کنی حالا بازی نکن. این فینیشر است. آره این فینیشر است. خوبه میتونم یه فینیش یارو رو بگیریم. بیا پایین دیگه احمق بیا پایین. باید 118 نمیزنه به یارو جلو. هی خدا همه چی دست به دست زده امروز ما این بیشرما رو نزدیم بیشرما. خب کوش بابا چرا نمیاد بابا بیا پایین دیگه. چقدر این آدم کسبا لک همه چی با هم بلنده روش بیا پایین دیگه چرا نمیای تو پایین آقا احمق
من نیفهم دنبال چی تو پسر؟ دنبال چی تو؟ اگه یکیش بخوره و کاش نابود کنه من خودم شخصا با دیدار میکنم. آخ شماره 3 به باد رفت. خب بشه هیلیر کنم که میخواد جون منو بده بگیره. یعنی این بی خدا اگه دوباره نشه، خدا اگه تو اینجا نشستی و من نمیبینم همه کورم. اینجا نشسته وای من چه خرم. خب او ماشی سلام بچه خوشگل کجا میری؟ شما کی بودین که گرفتین یار منو زدین بگیرم بزنمتون؟ کلون میزنم برو بری. کجا رفتن؟ تو دری رفتن لام از سبا نامردی بید راش بدید دیگه. ترسوهای احمقا ترسوها آدمهای بد. بریم جلو. این اسکین که برداشتم کاملا یه اسکین بسیار زیباست و فوق‌العاده که انگار خیلی قرار جذاب او فکر کنم اونو اومدن اینجا وقت انتقام یارو. همین یارو که الان راش میده همینو کشتم اما قراره بریم انتقام بگیریم. چرا یه جا وایسادن با ماشین؟ چی؟ عجیب چرا یه جا وایساده بودن احمقها. به چیزی یکیشونو برداشت. خب وقتش گان خودم هم بکشم. داداش DL جدیده من نمیدونم چه خبر داستانش ولی یه جایی نتاچه که برداشتم انتخاب کنم خود بازی. اتچش سنگینه ولی کجا بشه کارش کرد. ببینیم اسنایپ قراره دیل چه قسل مسل داداش اجازه قسل مسل کو ماشینه بود داره اینجا زندگی دیگه به درد نمیخوره. یارامون هم ولمون میکنن میره. آی خدا این زندگی دیگه به درد نمیخوره. تا اینو ول میکنی آقا احمد میاد میخورتش یهو. آقا احمد اینو چرا خوردی؟ بی منو کی آقا احمد؟ ببینم چی آقا احمد بن سلمان. آقا احمد کوشی آقا احمد احمد نامرد احمد کثافت. ببین به این میگن نامردی محضلی. من قبولت ندارم احمد جان. تو چطوری منو تو حالت نامردی دیدی؟ ای خاک تو سر شما رو. چی کار داری میکنی؟ ای احمد اوی داداش نیومدی که داداش چیز دیگه بازی ماشینی خفن بازی کنه انگار اومده ماشینی بازی کنه انگار. برو منو بردارینم احمد. اینو نگاه اینم که اصلا تو باغ نی. اینم که کلن داره انگار ماشین بازی میکنه. بودو 50 ثانیه مونده از تگم. بودو وردار دیگه احمق. به خدا ور نداری همین الان لف میدم. برداشت خدا به تبریک بگی. آخ بک من خودت مهم نیستی. من
تو بمیر اصلا. من چی؟ من دیگه منو ریمال کنن دیگه. بودو الان تگم میره. بودو احمق. تگم بپره میخورمت. نکنه نمیتونم بیام. بگو میام. وای اچسشو اچس روانی ها از این اچسش بهتره. 117 فانی میکس رو روش این گذاشته. یعنی من روانی تر از اینا ندیدم تو کل عمرم. وای من چه غلطی کردم. الان هم بیام پیش اینا هم باز داستان دارم. بازم باید اینا دارم فایت میدن. منم اینجا دارم مورچه به حساب میام در صحنه کاملا. واه نکنید با من این کارو. اینو زدم. خدایی که بلند کنم. منو ویل کنید حداقل منو ویل کنید بابا. آی چه شاتی خوردم. وانیش زد منو. وانیش یه شات کریمی خوردم خودم. این احمقه مونده. این من از الان باختمون رو تضمین میکنم کاملا. واقعا باید این باخت رو تضمین کرد. اصلا نمیشه تضمینش نکرد. آخه احمق رو رو لاواری میکس گرفته این گذاشته. نگاه کن تو رضا عباس روی اچس هم این گذاشته. آخه من نمیفهمم تو چقدر آدم خوبی هستی که احمقی هستی که گرفتی. وای خدایش خوب بازی. دیگه چیکار باید میکردم؟ یه رفتم تگ این عمو رو بردارم. خواستم این آقا احمد رو بزنم. احمد اومد شات منم زد. اونم تو حالت غیبی منو زد. من واقعا ناراحت شدم. حالا حداقل جزو 3 نفر رفتیم. بذاریم آقا احمد میخواد چیکار کنه. احمد آقا بودو بینم. این آقا احمد نزن. کینگ امیر. اسم خودم هم امیره. نوکر دمدودوش کینگ امیره. ولی بذاری فکرم احمقی همونجور. آخه خر البته زون آخر ماشین منطقیه داره. یه ذره یه ذره اگه نزننت. اگه چیز بود اسمش یارو چیه گنداله ماشین گنده با اسمش کامیون ببین. آقا احمد وای فقط شما اینه چه اینو دیدید. باختیم و بای.